دوستان، امروز شما رو با خطرناکترین انسان جهان آشنا میکنیم که از جمله گروه‌های تروریستی داعش گرفته تا اعضای بوکو حرام. این افراد با بمبگذاری ها و حملات انتحاری و نقشه‌های تروریستیشان موجب شدن به هم بخورن. شاید مرد جنگلی و یک مریض که دارد خنده تون بگیرد، اما او مغز متفکر طراحی عملیات‌های تخریب و کشتار برای دشمن طالبان قدرت از اتباع پاکستان و چچنی‌ها گروه‌های خشن تشکیل می‌شود. هدف این گروه سردرگیری نظام کلی افغانستان و خارج کردن راه خارجی از این کشور است و کارشناسان جهان معتقدند که اگر بتوانند جلوی سود طالبان از مواد فروشی خشخاش بگیرند، می‌توانند این گروه خطرناک را بکشند. تروریست رهبر امارات قفقاز در روسیه است. خواستار تشکیل دولت مستقل اسلامی در قفقاز شمالی است. ترسناکترین عملیات‌هایی مثل گروگان گرفتن زنهای سیاه‌پوست برای عملیات‌های انتحاری استفاده می‌کردند. کارشناسان جهان طرح از بین بردن این را خود آقای پوتین می‌دانند.